سلام. آموزش نوت‌های موسیقی رو می‌خوایم در خدمتتون باشیم. ببینید، برای خوندن اول باید گام‌های صدا رو همه رو انجام بدید. مثلا این گام‌های صداه از 1 تا 10، از 10 تا 1. اینو به مدت 1 هفته توی جایی که بخار داشته باشه، مثل همون، سونا، جکوزی، اینو باید تکرار کنیم تا تارهای حنجرتون باز بشه، که بعد بتونید مثلا به عنوان مثال یارم بگیرای جان من را، اینجور خوندن رو بتونید تمرین کنید. فعلا برای جلسه اول همین رو تمرین کنیم تا در جلسات بعد آموزش گام‌های موسیقی به صورت پیشرفته رو بهتون توضیح دادم. با تشکر.